aşk sana geldim. Al yine büyüt beni, ninni masallarla dizlerinde uyut beni. Ey aşk vurur musun, kor gibi durur musun? Ben daha küçüğüm desem kıyar mısın bana, feryadımı duyar mısın? Ben daha küçüğüm desem kıyar mısın bana, feryadımı duyar mısın? شکر چی شده؟ آبین کجاست؟ فرار کردن. چطور امکان داره؟ آزاد با او پیرکی ما را تعقیب کردن. میخواستم سر دختر شلیک کنم که مانع ما شده، دختر فرار دادن احمقا. دیگه فرار کردن نمیتونن. شما دو قبردگام اینجا بکنین. شما برین، من دیگه رفتن نمیتونم. اگر نه شما را از بین میبرن. این کار امکان نداره. تو کمی خستگی طرف کن، دوباره ادامه میتیم. راشد مثل کف دست خود اینجا را بلد است. اگر پیدای ما کنن هر سه ما را میکشن. شما برین لطفا. فردا شام یک لاری از اینجا تر میشه. با او سوار شده میریم. یک جای میریم که ما را پیدا کردن نتونن. بیاین که ادامه بدیم. بره، خدا از دست نده. کلتان شنیدین؟ ملکه خانم ممیشه تو چطور میتونی زن بد اخلاقه به خانه بیاری؟ در حالی که همگی درباره اخلاقی گپ میزنن، تو چطور همراه عروسی کده میتونی؟ دوران! تو دیوانه شدی دوران؟ ای چی کار است که تو انجام دادی؟ چطور میتونی به خاطر بد اخلاق لیلا را بزنی؟ قسم که لایقش از همراهش رفتار میکنم. بلند شو احمق، به همگی بگو که ای همه را تو به دلاور گفته بودی. بگو که به خاطر تهمت بالای ملکه چند لیره دادی. گپ بزن احمق، بگو که تمامش کار تو است. هر کاری که انجام دادیم به خاطر خانوادیم و به خاطر خوبی شما انجام دادیم. به خاطر تو انجام دادیم دوران. دوران بس کن.
از اینجا تیر شدن. او دختر زخمی است. امکان نداره زیاد دور شده باشن. کل جای نقطه نقطه میپالین و هر سهشو پیدا کده از بین میبرین. آمیده شد. کلاگیتان خوب گوش کنه. ما فردا همراه ملکه نکاح میکنم. بعد از این ملکه خانمی قصر میشه. فاطمه خاله، ملکه را به اتاقش ببر. درست است بچیم، میبرم. سرم قهر نشین. ما کار درست انجام دادم. در ضمن بعد از این ملکه تحت اداره ما می باشه. بی خبر از ما هیچ کاری نمیتونه. بله خوش آمدین. چی حال دارین؟ خوب هستین؟ هیچ نپرسین. چند روز میشه که از دست درد روماتیزم خواب ندارم و مشکل تا اینجا آمدم. قسم میخورم. کاش که نمیمدین. شفا باشه خانم. اگه خوب شوم چی میشه؟ هر دقیقه فشارم بلند میره. من فشار بلند دارم. از پایین بودن که بلند بودن بهتر است. اما تو خوب نیست. بازم شفا باشه. فرق نمیکنه. اگه فشارم خوب شود تکلیف قلب خدا چطور کنم؟ من تکلیف قلبیام دارم. قسم از فهمیدم. راستی یک دقیقه برام اجازه میتین؟ زود میرم و زود میایم. غذا فرمایش میتون میخورین؟ نه خیر نه خیر، کلسترول دارم. غذای بیرونا نمیخورم. فهمیدم. شما یک دقیقه برام وقت بتین خواهش میکنم. اینجا بیا. چطور است بچی ماما خانم بدلت است یا نه؟ بسیار عالی است. با جایی که به شاور پیدا کنی پیش دکتر ببرش. دکتر این ناق نان زنده را میخوره. چرا این قسم یک کار کردی؟ چرا اینجا آمدی؟ به خاطر زهرا. مجبور شدم پیشنهاد دوران قبول کنم. دیگه چاره نداشتم. چقدر کوشش کردم کور از اینجا بکشم. فاطمه خاله خودتان میفهمین. اما نتانستم. موفق شده نتانستم. زهرا را از اینجا بیرون کده نتانستم. اگر قلبم هیچ راضیم نباشه مجبور بودم این پیشنهاد قبول کنم. حداقل میتونم در کنار دخترم باشم، از او محافظت کنم. دیگه چاره ندارم. مادر بودن همین قسم یک چیز است. وقتی که اولادت
خوب میبینی از دور سعی کردنشان با آدم کافیست. حالا بلند شو، کمه به خود بیا. دوران چطور این ظلمت در حق من انجام داده؟ دوران فقط در حق تو نه، در حق ما می ظلم انجام داد. بلند شو دختر، اینجا شیشته با گریه کردن خود میدان با اوزن خالی میمانی. 2 روز از عروسیم نشده بود که سرم به انباق آورد. چی کنم؟ اگه انباقتان باشه تو خانم اولش هستی. او میره اما تو میمونی. تشویش نکن. به خاطر بیرون کردن ملکه کل ما تلاش میکنیم. باید دور از این خانه بکشیم. او باید از این خانه بره. عذر میگرم این قسم امرایم رویه نکن. من هر درد تحمل کردن میتونم، هر مشکل نادیده گرفتن میتونم، اما این قسم رویه تنه. اگه تو این قسم کنی زهرا من تحمل کردن نمیتونم. من فقط به خاطر تو ده اینجا آمدم تا تو از این بدبختی نجات بدم که تو خوب و خوش باشی. شما تا امروز در کنار من نبودین مادر، اما من میفهمین چرا تحمل کردم؟ چون مادرم به خاطر من مبارزه میکنه. من گفتم مادرم اجازه نمیده که دختر کوچکش عروس شود. گفتم تسلیم ظلم نمیشه. من سر شما افتخار میکردم مادر. اول به عنوان استاد، بعداً به عنوان مادرم. من همیشه شما را الگو قرار دادم. بیبی اول تو بگه پایم یک بار گوش بده. شما دیگه او زن قوی نیستین که در مقابل ظلم مبارزه میکردین. شما هم تسلیم رسم رواج مزخرف شدین. شما اجازه دادین تا دست نخورد عروس شوم. حالا هم باقی خانه شدین. چرا این کارا کردین مادر؟ چرا این کارا کردین؟ چرا؟ به خاطر تو انجام دادم. میخواستم در کنار تو از تو محافظت کنم. اما علی رفت. بیبی او دیگه در قصر نیست. در مقابل کی از او محافظت میکنین؟ ها؟ مادر، قبل از این که او مادر قهرمانم در قلبم از بین بره از اینجا برید. برید، لطفاً برید. رفتن نمیتونم. من رفتن نمیتونم.
تو را اینجا مونده رفتن نمیتونم جانم. اگه خانم دوران شوین شما رو هرگز نخواد بخشید مادر. هرگز. برین از اینجا. آزار میکنم از اینجا برین. من دیگه توان ندارم میمورم. کم مانده تحمل کن. بنا حق فرار میکنه ما را دستگیر میکنن. تو تشویش نکن. کسی به ما ضرر رسانده نمیتونه. قبل از روشن شدن هوا از اینجا میریم. شبا اینجا خطرناک است آزاد. باید یک سرپناه پیدا کنیم. اول باید از اینجا بریم. درست است. قبل از اینکه دیر شوه از این عشق من صرف شو بچیم. بسیار خوب گفتین پدر. عاشق هستم. او هم دیوانه‌وار. فکر میکنین من نخواستم منصرف شوم؟ دیدم که نشد. ملکه در قسمت من نوشته شده. بچیم این خبر بالاخره تو را تباه خواهد ساخت. حتی کل ما را تباه خواهد ساخت. از روزی که او زن در زندگیم آمده هر روز دمی جنجال هستیم بچیم. زن که لایق آزاد نبود لایق تو میشه؟ مادرم چیز نگفتم ما جزایی کارت حتما خواهد داد. چرا پدر؟ چرا شما درک نمیکنین ها؟ ما از ملکه منصرف نمیشم. همگی باید تیره بفهمم فقط همی. دوران به خاطر بیرون کردن او زن از زندان تو از علی خواسته که شکایت خدا پس بگیره، اما تو نیست؟ فقط به خاطر عروسی کردن با او؟ جواب بده نه؟ حقیقت داره دوران. ملکه را تو از زندان آزاد ساختی؟ تو برش اصرار کردی که خانمت شوه؟ باس از اگه بله ملکه را ما آزاد ساختم. چی فرق میکنه؟ ما او را دوست دارم. فردا ملکه خانمم میشه. کلتان باید ایره قبول کنین. شما را چی شده؟ اینجا دیگر دکتر نیست. مادر اجازه بدین که من شما را معاینه کنم. اگر دیگر دکتر نیست من از اینجا میرم. مادر صبر کنین. در ایالت کجا میرین؟ من شما را معاینه میکنم. چرا من را نمیمانین؟ چرا دختر؟ از آمدن مادرت با اینجا خوش نشدی؟ بیبی بعد از یک جای زندگی میکنین. من نمیخوایم. اجازه بدین که مادرم بره. تو چی میگی دختر؟ او شما را دوست نداره. او هیچ وقت هم شما را دوست نخواهد داشت. او فقط به خاطر که در کنار ما باشه قبول کرد که خانم شما شود. این کارا نکنین آقا دوران. خواهش میکنیم این کارا نکنین. مادر ما اینجا زندانی نسازین آقا دوران. او اینجا خوشبخت شدن نمیتونه. شما میرم میفهمین مادر ما مزیت خواد کردن. بیاسا به اندازه کافی به خاطر آقازاد جگرخون است. مادرم به خاطر من همراه شما عروسی میکنه. این کارا به رضایت خود انجام نمیده.
خواهش میکنم این کارا نکنین آقا دوران. عذر میکنم. اجازه بدین که مادرم بره. میفهمم که به خاطر چی اینجا آمدین. عشقتون نسبت به آزاد همه بود. درست از مرگ بچم سپری نشده که خواست خانم دوران شوی. او به خاطر تو و یک زن خانواده خود ترک کرده بود. تو هیچ وقت آزاد دوست نداشتی، فقط ازش کمک خواستی. از بچم استفاده کردی، از خانوادهش دور ساختی. ما در عمر خود به اندازه آزاد کسی را دوست نداشتیم. تا آخرین نفس او را دوست خواد داشتم. چوب باش. با خبر اگه دیگه نام بچه ما به زبانت بیاری. از وقتی که جمال ما گم شده بود 15 سال اشک میرختم، اما تا هنوز خاک قبر بچم خشک نشده که تو رو فراموش کردی. بسیار پست هستی. اینجا جای مناسب با پنهان شدن است. تا صبح اینجا می باشیم. شما استراحت کنین، ما پیرداری میکنم. Yüceden mi geldin de sen seher yeli? Yine yarim ellerine gezer mi? Solmuş derlerde gül benzinin ezi. چند وقت دیگه منتظر باش. پیشت می آیم. دیگه هرگز جدا نخواهد شده ملکه. O yar beni defterine yazar. مادر من اینجا زندانی نسازین آقا دوران. او اینجا خوشبخت شده نمیتونه. بیازا به اندازه کافی به خاطر آقا آزاد جگر خونه است. بچیم هیچ خواب نکردی اما تو نیست. زیاد تشویش نکن. هر کاری را که دلت میخواه انجام بده. بیزو دیر یا زود همگی قبول خواد کردن. ملکه وقتی امرایت ازدواج کنه بزرگی عشق حس میکنه.
باز او هم بچش مای تو عاشقانه سیل خواد کرد. ما میرم که چای دم کنم. زهرا؟ بسیار به مرز نزدیک شدیم. گوش کن، ما به تو چی گفته بودم؟ چند دقیقه بعد نزدیک مرز رفته از سواری یک موتر میشیم و بعد از او مستقیم به اروپا میریم. زیاد باش اشتق شده. وقت رفتم خاک خودم میبوسم. میفهمی به خاطر رسیدن به اونجا هر شب و هر روز دعا میکنم. تو چطور اینجا آمدی؟ مهم نیست، فراموش کن. فقط تو خودت سوار اون موتر شو. تمام گذشته خود همینجا رها کن. گذشته خود فراموش کن. باید بریم دیگه. بریم دیگه. یک دقیقه صبر کو بچی ماما جان. بلیاز خدا وقتی رو ببینه بیهوش خواهد شدی. از ترس بیهوش میشه. میبار کس از قبر بلند میشه و میایه بی وقت دبارش فکر میکنیم دیوانه میشم. بسم الله ما میرم دیگه. یک دقیقه صبر کو بچی ماما و نه خودش آمد. بچیم من کاندید شاروالی هستم. مرا بزن گرفتن چی؟ روز بخیر، من سپید هستم. روز بخیر، من کارا هستم. راشد کارا. جای میرفتی؟ نه خیر جانم، کجا برم؟ وقت بچه همیم درباره شما گفتن میایین. به خاطر پذیراییتان استاد شدم جانم. من نمیرم، اصلا جای نمیرم. بچه همیم میره. نامش علیم است اما آتیل میگیمش. علیم برو. چای بنداز لیلا. مادر، شام به خاطر نکامل آسیب می آید. هرچی لازم باشه آماده کنین. از ای که به تنهایی تصمیم گرفتی، گفتی که او ما را آستین خانم خود می سازم. پس هرچی که می خواهی انجام بده. صبح بخیر. صبح بخیر ملکه. بیش صبحانه بخوا. لیلا با ملکه چای بنداز. فرق نمیکنه. با گذشته زمان قبول میکنن. صبحانه تا به خدا به خریداری بریم. چیز خاص نمیخوایم. بله. خانسب کمک کنین. علی کاملا دیوانه شده. سر خدا با آهن میکوبه. هیچ نمیفهمم چی کنم. دست پایش بسته کنین. برستم بگو متوجهش باشه. تو اینجا بیا، کارت دارم. ما از معرفی شدن با شما بسیار خوش شدم.
شما مصروف کار هستین؟ وظیفه دارین یا نه؟ من کار نمی کنم به خاطر که سابقه جرمی دارم کسی برام کار نمیده. سابقه دار؟ نه خیر جانم، مثل شما یک خانم مقبول جرم را مرتکب شده نمیتونه. جرمتان چی است جانم؟ ظلم بالای شوهر. ظلم بالای شوهر؟ نه خیر، مرا خنده نتین. چطور امکان داره یعنی یک خانم زیبا مثل شما فکر نکنم شوهر خود لط کوب کده باشه؟ بله. به خاطر چی؟ هر روز که از سر کار خانه میاید میگم دست و پایت بشوی نمیشوید. گپ ما گوش نمیکنه. به خاطر همین پیش پلیس ازم شکایت کرد. ما یک بیله گرفتم تا که تانستم زدمش. خوب لط و کوبش کردم. یعنی لط و کوبش کردین؟ درست است. با شما چی بگویم؟ آقا لطفا اینجا بین، میشه حساب ما را بیارین لطفا. حالا کجا میری؟ میریم دوران ما چیز نمیخوایم، ضرور نیست به خریداری بریم لطفا. فقط خریداری نمیکنیم، یک غلط فهمی صورت گرفته بود او را حل میسازیم. شما میرین؟ بخیر برین بچه. یا کترام به خریداری ببرم. جدی میگی؟ خانم هدیه امیکا آمدم غذا را آماده میکنم، درست است؟ بته ایره با ما بته. غذای امشب عروس و خشوع آماده میکنن. بیاین که بریم. همینجا منتظر می باشیم. حتما از همینجا تیر میشن. تو خوب هستی؟ بسیار نزدیک شدیم. تا نیم ساعت دیگه به مرز میرسیم. من نمیفهمم که شما چه قسم تشکر کنم. حق خدا ببخشه. اصلا تو از او تشکر کن. اگه آزاد اصرار نمیکرد حال زیر خاک بودی. زنده باشی آزاد. استغفرالله. نجات یافتن در تقدیرت بوده. ما فقط وسیله شدم. برم دیگه. حالا چطور است؟ خوشت آمد؟ دوران لطفاً. دگام است؟ ای تر جایزه گرفته. بسیار یک تر حیالی است. 21 عیار است. قسمی که میبینین الماس هم کار شده. یک لاکت عالی است. ملکه بیبی ای بسیار مقبول است. ای خوشت آمد؟ موتری که ما را میبره اونجا توقف میکنه. شکور؟ اونجا هستن. عجله کنه. فرار کن. چی شده؟ چرا اینجا آمدیم؟
ایزن تا هنوز نرفته. چرا اینجا آمده؟ ایزن اینجا چی بکنه؟ تشویش نکن، حالا خاطفه میدن. همگی اینجا بیاید. زود باشن جوانا، جمع شوید. دلاور احمق به شما گفتنی داره. گپ بزن. استاد ملکه بیگناه است. ما یک جاهلی کده بالای او تهمت کردم، به ناحق گناهیش گرفتم. حال در مقابل همگی ازت معذرت میخوایم. میخوایم مرا ببخشی. شنیدن بیادارا، ای احمق بی وجدان سری خانم با عزت تهمت کرده بود. ما میخوایم براتانی را بگویم که چی شده؟ بعد از این هر کسی که از یادم طرفداری کنه برش سلام بته یا همراهش کدام خوبی کنه در مقابلش مرا خود دید. تو هم از اینجا گم شو برو. بریم. از این طرف بیایید. آزاد بچه. هاوین؟ آزاد؟ اجازه نمیدم که دوران از ما بگیری خانم ملکه. احمقا، هیچ انصاف ندارین بیشرفا. رستم! علی؟ نکو بچه، در حق خود ظلم نکن لطفا. حساب تمام این کارا را خود دادین. نکو علی، نکو، راحت باش. ما براتون نشان خود دادم که بسته کردن دست پای ما و زندانی ساختن ما در یک اتاق چی معنا داره. خدا را نتر کنه. احمقا!
هاوین؟ آزاد؟ ما اینجا سمشموس بیادار. خوب هستین؟ بله ما خوب هستیم، اما بر اسمان ضرورت داره، مگنه دیگه قسم از اینجا بیرون شدن نمیتونه. درست است. تشویش نکنین، ما یک کاری میکنم. بله رستم. مادر من علی هستم. علی؟ بچه‌م تو شفاخانه نیستی؟ نه خیر، شفاخانه چی؟ دوران دست پای ما بسته کرده و در یک خانه زندانی ساختیم. کمک کنین مادر، لطفاً کمک کنین. میبینم که عروس و خوشو با هم بسیار جور آمدین. بالای او باور نداشته باش، اینجا زیاد نخواد ماند. فاطمه خانم هدیه، تو نمیبینی؟ دوران بر اولین بار است که خوش است. وقتی طرف ملکه سیل میکنه چشماش برق میزنه. گپ ناق نزن فاطمه. اگه دوران دوست داری همراه ما هم دوست شده، او زنه از این قصر بیرون میکنیم. فاطمه گپ فهمیدی؟ هنوز هنای دستایم نرفته. خدا جزایده بده، تو را از بین میبرم. چیزی را که دیدی به هیچ کس چیزی نمیگی، اگر نی تو را از بین میبرم. ایلاکو دستمه. تو مادرت از این خانه گم شده برین. تو چی میکنی؟ طرف ما بیبی، اگه بار دیگه به زهرا دست بزنی تو را از بین میبرم. باز خواد دیدم که کی از بین میره. از آمدن همباغ به این قصر پشیمان خود شدی خانم ملکه. بیبی لیلا، ما به خاطر دخترم اینجا آمدیم، به خاطر زهرا. دوران هیچ برای مهم نیست، او را دوست ندارم و هیچ وقت هم نخواد داشتم. فهمیدی؟ بس کو احمق. تو به اندازه زن پس هستی که بعد از شنیدن خبر مرگ نامزدت به دوران نزدیک شدی. حدتا بشناس دختر. لیلا عروسی خانه است، خانم نکاح شده دوران. اما تو این چیز ما نمیشی. اگر کمی هم عقل داشته باشی از این خانه گم میشی. نه خیر، اگر نریم ایره بفهم که در این خانه کسی برات روی خوش نشان نمیته. گپ ما فهمیدی؟ مادر علی بچه یک دانه کمک کن. او وضعیتی خانه را میبینین؟ دیدین؟ شما دیگه از ما هیچ فرق ندارین. اگر دلت میشه سرم قهر شو، اگر میخوایی هیچ طرفم سیل نکو. ما آماده هستم تمام عمر
دار و ندار خدا به خاطر بودن در کنار تو فدا کنم. زهرا ازای قصر بانه اگه تمام دنیام در مقابل میستاد شوه به خاطر نجات تو از این قصر هر کار را انجام میتم. تو فقط امیره به فهمی کافی است. درباره دیگه چیز تشویش نکن. چی حال داری ملکه؟ خوب هستم. اینجا بند مانده. اگر راشد پیدای ما کنه همین قبر ما خواهد شد. امید خدا از دست ناته. ما با عرفا حتما میریم. فکر میکنی موفق میشیم؟ میشیم. حتما حال دشتای عرفا سرسبز شدن. بوی گلا را به دماغت اسم میکنی. بسیار خوشایند است. نسیم بهاری میوزه. اطفال در صحرا به بازی میرن. از فاصله دور صدای ترانه میآید. او ترانه عشق است. معذرت میخوایم. تو را متاثر ساختم. چرا خفه شوم؟ تو روزای گذشته من به یادم آوردی. وقت مادر و پدرم وفات کردن من بسیار خرد بودم. مرا به کوکائین دادن زنده باشه ازم پرستاری کرد. همین که بزرگ شدم به اصرار خانم مامای مرا به شوهر دادن. او وقت من بسیار خرد بودم. داستان من همین است. من بسیار زیاد معذرت میخوایم ملکه. تو را هیچ درک کردن نتانستم. اول تو فکر کردم که با این تصمیمت به خود و زهرا خیانت میکنی جانم. امال برات احترام بسیار زیاده دارم ملکه. تو به خاطر اولادت خدا فدا میسازی. این کار را که انجام میدی شاید یک فداکاری بسیار بزرگ است که هر مادر و انسان درک کرده نمیتونه. من بسیار میترسم. فکر نکن هنوزم قوی هستم. دیوارای خانه سرچپ همیشه. من بسیار میترسم که با گفتن بله به دوران کار ختم نشه و زهرا را از این گرداب بیرون کده نتانم و مام همراهش غرق شوم و کار کده نتانم. بسیار میترسم. بعضی مادرایی هستن فداکاری را خو کنار بان از دوست داشتن اولاد خودم عاجز هستن. اما تو یک قلب بسیار بزرگ داری. ما بالای تو باور دارم. تو بسیار قوی هستی. در این کارم حتما موفق میشی. شام نگاه است.
حتی زهرام ازم رو گردان شده. کاملا تنها هستم. دن کامرای می باشی؟ البته که می باشم. صبر کو بچه، صبر کو، کم مانده. اینا را ببر سر میزبان. فاروق، اینا چی هستن؟ دوران خان روان کردن به خاطر نکاح است. یعنی لیلا لباس عروسی را پارا کده. ما میفهمم همراهش چی کنم. دوران بیا زو نمی پوشیدم. خوب است ملکه، اما همین قسم در نکاح میری؟ این نکاح بدتر از ماتم است بره. مولا صاحب آمد، بین که بریم. بچه خوب است جان مادر؟ بله خوب است مادر، خوب است. دوران مرا با زور به حوزه برد. شکایت ما با زور پس گرفت. دستا پای من بسته کد و مرا در یک خانه زندانی ساخت. ملکه این کار به خاطر استاد انجام داد؟ نه خیر، به خاطر زهرا. به خاطر که ما زهرا را لات کوب کدم مرا در خانه زندانی ساخت. کجا میرین مادر؟ دوران جزای این کارهای خود میبینه. چند دقیقه بعد نه قدرت و نه مقامش برش میمانه. هر کس در جای اصلی خود میرسه. زمرد کجاست؟ از صبح تا حال دیده نمیشه. باز کدام نقشه نداشته باشه.
نام عروس خانم و پدرشان چی است؟ ملکه دختر سمی است. از تپک پایین شدیم طرف راست میریم. خب تو متأهل هستی؟ نه خیر نیستم، اما با زودی، یعنی امی که به عرفا رفتم عروسی میکنم. کسی را که دوست داری چه قسم دختر است؟ ملکه، او کاملا متفاوت است. کسی مثل او نیست. قوی، فداکار، در مقابل بی‌عدالتی هرگز خاموش نمیشنه. همیشه استوار است. یک خانم جوانمردی است که هرگز از هدف و دوستای خود منصرف نمیشه. ملکه دختر سمه، دوران پسر قدیمه، به همسری خود قبول دارین؟ دارم. دوران پسر قدیمه، به همسری خود قبول دارین؟ دارم. دوران پسر قدیمه، به همسری خود قبول دارین؟ دارم. خداوند مبارک کنه. خداوند این پیوند مستحکم ساخته، در بینشان محبت و دوستی و اخلاص بیشتر بسازه. از نفرت بیوفایی و هر نوع جدایی حفظشان کنه. برشان رزق حلال، قسمت خوب و یک خانواده با برکت نصیب کنه. آمین. حال دیگه زن و شوهر هستیم. خداوند کمکتان کنه. رسیدیم بیادر. اونا کی هستن؟ استاچو! این کجاست؟ گفتم کجاست؟ شب بخیر ملاسب، زنده باشین. آزاد مرا ببخش، لطفاً آزاد مرا ببخش.
تو چی میگی فاطمه؟ قدیم خان از خشم داخل قصر نمیایم. نوجین مادرم خود در اتاقش حبس کرده. ببینیم که دوران چه قسم دل کلگی را به دست خواهد آورد. هیچ ضرورت به این کار نیست هدیه. امشب همگی ایره میفهمن که دوران کرمانی نیست. دیوانه نشو زمرد. گفته بود که علی را شفا خانه میبره، اما او را در خانه زندانی ساخته بود هدیه. فقط به خاطر عروسی کردن با او ملکه احمق. زمرد تو خوب نیستی، بیا که بریم. به من دست نزن. فقط به خاطر خاموش بودن ما کوشش کردی که مرا دیوانه بسازی. آزادم از بین رفت. علی ما زندانی ساخته. بچه را که فاطمه به دنیا آورده، امروز شما او را در قصر خان ساختین ها؟ زمرد خانم، پدر دوران معلوم است. فاطمه چپ باش، به لحاظ خدا چپ باش. گبایده کسی خواد شونید. زمرد دورانه میخواییم و ازش میپرسیم که چرا او کار ده حق انجام داده، اما به لحاظ خدا چپ باشین. بس هست دیگه. من دیگه به گپای شما باور نمیکنم. ها؟ سالا همگی رو فریب دادین. امشب همگی ایره خواد فهمیدن که دوران کرمان نیست. هیچ کس نخواد فهمید زمرد، هیچ کس. این حقیقته. هیچ کس نخواد فهمید. خاطر جمع باشه. همیشه آرزوی روزه داشتم، روزه که مرا قبول کنی. تو پیش ما هرگز من حیث خانم دوم و امواق لیلا نمی باشی. تو یگانه خانم ما هستی ملکه. میفهمم که مرا دوست نداری و به خاطرش دلیلای زیادی داری، اما برای تو وعده میتم که تمام گذشته را فراموش میکنی. همی که تو مرا قبول کردی، عروسی خانه شده، همسر ما شدی، بعد از یک دوران متفاوت در مقابل خود میبینی. وعده میتم. منتظر روزی می باشم که مرا قبول کنی. برات شب خوش می خواهم.
مادرم چطور این کار کردم میتونه؟ چطور این کار کردی مادر؟ چطور این کار کردی؟ زمرد به این وقت شب خوب نیست همه گیر از خواب بیدار بسازیم بانکه یک بار صبح شوه امرای دوران گپ زده و یک رای چاره را برش پیدا میکنم. دیگه چیزی به گپ زدن نمانده. من برات گفته بودم در وقت و زمانش بگو، اما نه خیر، گفته نتونستی. چرا؟ فقط به خاطر حرص و بخیلی. اما حالا خلاص شد. بعد از این 1 ساعت دیگه هم در این قصر زندگی کردن نمیتونی. نگو زمرد خانم، با دوران ما رحم کن. ایلایم کو حال دیگه گناه من نیست. حساب تمام کاراتانه باید به همگی بده. به همگی میگم دوران کریمان نیست. بسیار میبخشی، خوابم برده بود. چرا شیماز بیادر تا هنوز نامده؟ نه که مالا تنها مانده رفت. شماز بیادر این کارا نمیکنه. او مرد است. چند دقیقه بعد میرسه. چند ساعت میشه؟ اگه از اینجا نجات نیافیم چی؟ جواب خود از داستانهایی که قسم میکنم پیدا کن. در زمانهای گذشته 3 دوست مثل ما در یک مغاره بند مانده بودند. یک نفر از بینشان گفته که دوستا، ما به خاطر خداوند چی کردیم؟ او را چقدر دوست داریم؟ به درگاه او دعا میکنیم، شاید دعای ما قبول شود و به ما کمک کنه. یکی از او 3 نفر دستای خدا به طرف آسمان بالا کرده به دعا کردن شروع کرده. خدایا، کارگری که پیش ما کار میکرد بدون گرفتن مزد خود رفت. ما هم پول او را رفته گوسفند خریدم. بعد از چند وقت گوسفندا زیاد شد. بالاخره به یک رمه تبدیل شد. یک روز او کارگر پیش ما آمد و ما هم تمام او گوسفندا را به او آدم دادم. خدایا، این کار را به خاطر رضای تو انجام دادم. خدایا، تو به ما کمک کن و ما را از اینجا نجات بده. و سنگ کمی از جای خود تکان خورده. بعد از او جوابت نه احمق. هاوین کجاست؟ نمیفهمم. قبل از اینکه از بین بری جای هاوین برم بگو، زود باش. این کارا نکن راشد. او دختر هیچ گناهی نداره. پشت او را رها کن. تو به گپ یک زن احمق گوش میکنی شیموز؟ اگه هفته بقام زیر زمین بره او را از بین میبرم شیموز. ولایش کو پدر، همین نزدیکی هستم، زیاد دور رفتن نمیتونم. زمرد بیبی، اگه حقیقتان بگویی چی فایده برات میرسه؟ بیبی آزاد از بین رفت و علیان بیازو مریض است. اگه دورانم بره کی از این خانه سرپرستی کنه؟ نام و نشان خانواده ما را از بین نبر به لحاظ خدا. نه تو، نه خانوادت و نه دوران حال بر مهم است. حال دیگه خلاص شد، همه چیز به پایان رسید. هدیه زمرد بیبی، زمرد مرا از بین میبرن، لطفا این کار نکو خواهرم. قربانت شوم، تو هیچ انصاف نداری. این کار نکو، برای تو سر میکنم. الهیم کو هدیه، تو بالای مرا هم کردی ها؟ وقتی میخواستی مرا دیوانه بسازی، وقتی آزاد از بین رفت چرا مرا راحت نموندی؟ الهیم کو زمرد این کار نکو، قربانت شوم. زمرد علی است. به خاطر من
کالش به خاطر من. ما عاشق ملکه هستم و هم بیشتر از تو. دروغ میگم، تو به خاطر ملکه چی کردی؟ ها؟ ملکه را به تو امانت دادم، تو هم قسم از او حفاظت کردی ها؟ دوستش دارم احمق، بسیار دوستش دارم، بیشتر از تو دوستش دارم. بعد از او نفر دوم در دعای خود گفت خدایا ما از پدر و مادر خود کده اول تا امروز غذا نخوردیم. همیشه اول به اونا غذا دادیم، شکمشان از سیر ساختیم. بعد از او ما و اولادای ما با هم غذا خوردیم. یک شب دیر به خانه رسیدم، استراحت بودم. بعد از او ما و اولادای ما تا صبح گرسنه ماندیم. وقت صبح شد پدر و مادرم بیدار شدن، شیر برشان آماده ساختم، شکمشان از سیر ساختم. بعد از او همراه اولادای خود 6 تا غذا خوردیم. خدایا این کار به خاطر رضای تو انجام دادم، ما را از این مغاره نجات بده. اما تو دعا کده. خب دهن مغاره باز شد؟ نه خیر، اما سنگ کم دگام از جای خود تکان خورده. بعد از او آدم سوم بلند شد، گفتم من یک دختره دوست داشتم اما میفهمیدم اون مرا دوست نداشت. یک روز خانوادهش با مشکل روبرو شدن، من برشان کمک کردم. او دختر به خاطر نجات خانواده خود همراه من عروسی کرد. دمو شب اول برم گفت که از خدا بترس، من تو را هیچ دوست ندارم، تو هم به کسی که دوستت نداره نزدیک نشو. من بعد از اون روز از اون منصرف شدم. پول رام که برشان داده بودم نگرفتم، برش گفتم یک زندگی جدید آغاز کنه. خدایا این کار به خاطر رضای تو انجام دادم، چی میشه ما را از این مصیبت نجات بده. همه تا دعا کرده و بعد از او سنگ از سر راهشان کاملا دور شده. خدایا وقتی کاملا امید خود از دست داده بودم تو اینا را در مقابلم آوردی. حالا به خاطر جوانمردی، شجاعت و غیرتتان ما را از اینجا نجات بده. آمین. پالیدن اونا در تاریکی بسیار مشکل است. تا صبح صبر میکنیم، وقت روشنی شد آسانتر پیدا میشن. ایره در یک جای بسته کنین، شاید تا فردا صبح عقلش به سرش بیایه. حرکت. حتما میگه. خانم هدیه میگین حالا چی کنی؟
تو بالای من قسم تهمت کردم میتونی قدیم؟ چطور ازم میخوای قسم بخورم؟ قسم بخور که دوران بچه اصلی ما و توست. وقت باور میکنم که سر قرآن پاک دست مانده. قسم بخور. قسم میخورم که دوران بچه اصلی موتوس قدیم خان کرمانیست. چطور قدر کور شده میتونی قدیم؟ چطور؟ Ağlama yar, ağlama anam, mavi yazma bağlama. Ağlama yar, ağlama anam, mavi yazma bağlama. Mavi yazma tez olar anam, ciğerimi dağlama. Mavi yazma tez olar anam, ciğerimi dağlama. Alma al olan da gel anam, ayvalar olan da gel. Alma al olan da gel anam, ayvalar olan da gel. Hasta düştüm gelmedin anam, bari can veren de gel. Hasta düştüm gelmedin anam, bari can veren de gel. Hasta düştüm gelmedin anam, bari can veren de gel. بسم الله. قدیم مرا ترساندی. تو همیال آمدی؟ تمام شب کجا بودی؟ بلند شو از بسترت. ما و تو میریم. کجا میریم قدیم؟ ساعت چند بجه است؟ وقت زایی نساز. عجله کن. کجا میریم قدیم خان؟ ما کار داریم.
اینجا بیارینش. این کجاست؟ کجاست؟ جواب بده. پدر، مردم قریه دیشب دیدن که 3 نفر داخل سوراخ کوه شدن. دم کوه روبرو پدر.